گرامی داشت نام نیکی باباجان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов نشر مختصری علمی عاموی. راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 28. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. سودای داخلی و خارجی. گوناگونی و بسیاری سیکه ها می نویسد مؤلف تاجیکان یکی از خصوصیت های خاص دوره کوشانیان می باشد. در برابر سیکه های طلایی زیاد بودن تنگه های میسی دلیل رشد تجارت داخلی و خارجی می باشد. سرچشمه های تاریخی دایر بر رابطه تجارتی کوشانیان با کشورهای خارجی پیش از همه باریم و خطای خبر می دهند. یکی از محصولات اساسی صادر شونده به کشورهای غربی مخصوصاً بریم آهن و مصنوعات آهنی بود. معلوم است که تاجران باختر به یکی از مرکزهای کلانترین تجارت شهری اسکندریه مصر می رفتند و تاجران آنجا به آسیای میانه می آمدند. بازیافت تنگه ها و مصنوعات ریمی از حدود آسیای میانه گواه رشد رابطه تجارتی می باشد. رابطه تجارتی با خطای نیز خیلی رونق گرفته بود. راهی بزرگ ابریشم که توسط آسیای میانه می گذشت و این باز بیشتر مساعدت می نمود. طبق معلومات مخزها در میانه عصر 1 پیش از میلاد پارتها پرچمی ابریشمی داشتند. دیگر مصنوعات به مثل آینه های برنجی، اشیای لاکی از خطای آورده می شدند و به آنجا مال های زیادی را از آسیای میانه می بردند. در مهبهرت آمده است از کشوری بلخی یعنی باختر کمپل های پشمینی خوشطرح و خوشرنگ نرم و ملایم، متای گوناگون، پوست گوسفند، اسلحه و سنگ های قیمت بها آوردند. شکایه ها، سکایه ها، توکهرها، تخارها، کنکه ها، کنغوی ها، اسب های را انعام کردند که می توانستند راهی دور و دراز را طی نمایند. کوشانیان با قبیله های سرمت های نزد اورال و ساحل های والگ هم رابطه زیچی سودایی داشتند. سوغدیان در تجارت بین آسیای میانه و خطای نقش نهایت مهم داشتند. دایر به این کتیبه های به زبان سوغدی عصر 4 پیش از میلاد که از دنخوان ترکستان شرقی یافت شده اند معلومات فراوان می دهند. در یک کتیبه آمده است که در دروان دنخوان 100 نفر سمرقندی آزاد یعنی اصیل زاده هستند، ولی با بعضی تحقیقات آخر شماره سوغدی ها با غلامان و اهل خانواده اشان در این شهر نکم از 1000 نفر بود.
ششم، مدنیت و دین آسیایی میانه کوشانی. آثار خطی. اکادمیک باباجان غفورов تأکید می نمایند که زمانی دولتداری کوشانیان نه تنها پیشروی و دیگرگونی در حیات اجتماعی و اقتصادی به میان آمد، اینچنین در سمت فرهنگ معنوی ساکنان آسیای میانه نیز تحولات جدی روی داد. این دوره تاریخی زمان حادثه های نهایت مرکب و اکثرا مختلف، دوره آمیزش تمایل و حادثه های گوناگون بود. ساکنان آسیای میانه هنوز در عصرهای 4-2 پیش از میلاد در اساس خط آرامی خطهای محلی خود را به وجود آورده بودند. باباجان غفورov در زمینه تحلیل اثرهای محققان و نتیجه های حفریات باستانشناسی دایر به آثار خط سغدی، باختری و کوشانی و مکان بازیافت آنها به طور مفصل معلومات می‌دهد. اگر یکی از قدیمترین آثار خطی سغدی کتیبه روی تنگه های ابتدای دوره ما باشند، پس از آن نامه های قدیمی سغدی می ایستد. آثار دویم با علامت ها علاهیده و خوانا نوشته شده است و به همدیگر پیوست نیست. از این رو از خط آرامی آنقدر فرق ندارد. اما به اندیشه لیفشیتز این آثار به آن دلالت می کند که همان وقت معیارهای اساسی زبان خطی سغدی تشکل یافتند و هیچ نباشد تا عصر 10 پایدار ماندند. سنه مرتب سازی نامها را وب هنینگ به سالهای 312-313 میلادی منسوب می داند. نامه ها سرچشمه خوبی تاریخی می باشند. از آنها دایر به روزگار، کاروبار آدمان، حمله خونها، ایامی پراضطراب محلهای سغدیان، ترس و وهم، قهر و غضب و دیگر خبر را برداشتن ممکن است. مخصوصا نامه های سغدی دختر میونچه به مادرش به سمرقند در بین محققان ساحه خیلی مشهور است. دایر به آثار خطی از حدود باختر نیز بازیافت‌های نادر به دست آمدند. جنوبتر از قندوز امروزه از موضع سرخ کوتل چند نوشتجات یافت شد که با نمودی کوشانی الفبای یونانی اجرا گردیده است. از بس که زبان نوشتجات کدام یک زبان نامعلومی شرق ایرانی بوده است، در پوره خواندن آن مشکلات به میان آمد. عالمان زیاد مخصوصاً ماریک، بینوینیست و هنینگ، گرشویچ یا هرمتا، هومبخ و دیگران در کشادن رمز این کتیبه زحمت زیاد کشیدند. برای همین تا امروز ترجمه مکمل این کتیبه به دست نآمده است و محققان در شرح مهمترین نکته های متن هم فکر نیستند. تنها معلوم شد که زبان نوشتجات زبانی باختری می باشد. زبان باختری از روی ساخت گراماتیکای خود نسبت به دیگر زبانهای شرق ایرانی از زبان اصلی قدیمی خیلی پیش رفته بود. زبانشناسان معین نمودند که در کتیبه سرخ کوتل و کتیبه های هندی دوره کوشانیان بعضی کلمه های شیوه سکایی زبان کوشانی محفوظ ماندند. کوشانیان در باختر با اهالی بومی آمیخته شده در نطق خطی خود برابر دیگر زبانها کلمه های زبان باختری را نیز استفاده می کردند. برای همین در روی تنگه های کوشانی با همین خط و با همین زبان باختری نوشتند. در دوره کنیشکا گرچند از حروفات یونانی استفاده می شد، اما شماره کمی حرفهای یونانی استفاده شده حرفهای باختری علاوه می گردید. علامت حروفات کوشانی باختری اکثراً خیره‌دار و چارکنجه بودند.
همین طور پس از زبانهای سغدی، پارتی، پهلوی و خوارزمی علم از زبان باختری هم واقف گردید و کتیبه سرخکوتل اولین آثار خطی زبان باختری می باشد. در این کتیبه ها برخلاف کتیبه های ساسانی مدح و ثنا جای ندارند. واقعه ها به ترتیب نقل شده، سبب آنها نیز نشان داده شده است. از روی مضمون آنها به سالنامه واقعه ها و نمونه متن رسمی مانند می باشند. از حدود آسیای میانه نیز کتیبه های زیادی باختری یافت شدند، ولی آنها حجماً آنقدر کلان نیستند. از جمله از دوشنبه خم که یک کلمه دارد، از دشت جم زنگولچه برنجی دارای خط با 17 علامت، از دیر قراتپه تیرمیز چند سفالپاره با نوشتجات یافت شدند. نوشتجات باختری از دیمنه دیلبرجین ساحل چپی امودریا نیز یافت گردیده است که به عصرهای 3-4 دخل دارد. عقاید مذهبی. راجع به عقاید دینی زمان کوشانیان اکادمیک باباجان غفورов تأکید می نماید که این مسئله نهایت مرکب و پیچ در پیچ است، ولی انیق آن است که شماره اساسی اهالی آسیای میانه آیین زردشتی را می پرستیدند، اما زردشتیه سغدیان خصوصیت خاص خود را داشت. در آثار سغدی به دست آمده نام خداهای زیادی قدیمترین ایرانی آورده شده است که در بین آنها جای از همه بلندتر را آلیه نانا اشغال می نماید. احتمال در آسیای میانه پرستش نانا با پرستش اناهیتا پیوست بود. سغدیان معبدهایی داشتند که آن را وغن و پرستاران آن را وغن پتها می گفتند. دایر به زردشتیه باختری بیشتر از تنگه ها معلومات به دست آمده است. در روی تنگه ها نامی بسیار خداها به شکل خاصی باختری نوشته شدند: آرامازدا، هرمزد، میهرا، میترا، معا، مها خدای ماه، فرا، فرنا خدای فراوانی، بخت شاه تقدیر، آرلگنا، وریترغنا خدای غلبه، نانا نانایی خدای حاصل. برابر آن خداهایی نیز هستند که تنها نامی باختری دارند و مثل آخشا یا آخشا. این نام از کلمه ایرانی قدیم وخشو ریشه دارد، اما زبانشناسان آن را به طرز گوناگون و مثل گپی گفته، روح، آب جاری شرح می دهند. مأخذهای هندی وخشو گفته امودریا را در نظر دارند. یونانیان آن را آکسوس نامیدند. در کتیبه وخش خدای یکه و یگانه آمده است. ابوریحان بیرونی می نویسد که وخش نامی ملک است ناظری دریا، از جمله رود جیهون، و خوارزمیان وخش هنگام نام ایده دارند. دایر به آیین و معبدهای زردشتی باختر حفریات باستانشناسان فرانسوی در سرخکوتل معلومات خوب می دهد. باستانشناسان در اینجا معبدی پیدا کردند که در بالای تپه در روی صوفه بلندی که از خیشت برداشته اطرافش را با تخت سنگ و تیرگک های سنگین استوار کرده بودند جای گرفته است. معبد راست کنجه 35 بر 27 متر بوده، دیوار پیش آن نظر به دیوار عقبش وسیع‌تر است. در میانجا خانه 4 کنجه و در پهلو و پیشگاه دالان و از طرف پیش 3 دروازه دارد.
در مرکز خانه مابینی یک صوفه چارکنجه سنگینی در 4 گوشه‌اش ستون داشته جای گرفته دیوار خانه با ستونهای 4 تراش آرایش یافته است. برای محافظت معبد اطراف آن با دیواری مستحکمی دارای برج‌های راستگنجه و مثل قلعه احاطه گردیده است. در اطراف معبد اساسی چند معبد خردتر نیز بنا یافته است که غیر از اندازه از معبد اساسی فرقی ندارد. در بالای صوفه از خشت ساخته آتشدانی پوری خاکستری تازه به نظر می رسد. باستانشناس فرانسوی د شلومبرژ معبد سرخ کوتل را کنشت شاهان کوشانی نامیده است. ناحیه و دهه‌ای که در نزدیکی این معبد امروز جای دارد نامی بغلان را صاحب است که ریشه از کلمه بغالغا یعنی محراب را دارد. اما آیین زردشتی در آسیای میانه مذهبی یگانه نبود. در دوره کوشانیان آیینی دیگری پهن شده این دینی بودایی بود. گرچنده که پهنشوی این دین در آسیای میانه خیلی پیشتر شاید در دوره هخامنشی ها آغاز یافته باشد، ولی طبق معلومات سرچشمه ها و حفریات باستانشناسی این پدیده خیلی بعدتر به وقوع پیوسته است. با معلومات موجوده این دین به آسیای میانه از چند سمت پهن گردیده است که دو راه آن امروز کاملا انیق است. از سمت غرب به مرو و ناحیه های شرقی پارت و از سمت شرق به ترمیز و باختر وارد شده است. دین بودایی به طرف شرق محض توسط آسیای میانه پهن شده است. در مأخذهای سیلانی و خطایی دایر بر رفتن واعظان این دین از دولت‌های آسیای میانه مخصوصاً پارت خبرهای زیادی موجودند. از جمله خبر جای دارد که سال 148 به لعاین حکیمی با نام ان شی گا آمده متن‌های دینی بودایی را با زبان خطایی ترجمه کرده است که او از کشوری ان یعنی پارت بوده است. با شرافت همین حکیم و شاگردانش خطای به دین بودایی شناس می گردد. از بس که ان شی گا عالمی زبردست بود، به خطای ها درباره رشد علمی خلقهای آسیای میانه معلوماتی فراوان می دهد. دایر به دین بودایی در باختر معلومات بیشتری هست. یکی از واعظان مشهور این دین گاهاشک زاده تخارستان بوده است. واعظان دینی بودایی تا به چاچ رسیده در همه جا معبدها می ساختند. مکتب بودایی و ابهشیکا بیشتر در آسیای میانه انتشار گردیده بوده است. آثار معبدهای بودایی که خیلی با حشمت ساخته می شدند از بسیار موضعهای آسیای میانه یافت شدند. از همه بیشتر چنین معبدها در ترمیز و اطراف آن کشف گردیدند. آثار معبدها و اشیای مربوط به دین بودایی دلالت می نمایند که بوداییه در بین باختریان قدیم خیلی وسیع پهن شده بود. در دولت کوشانیان غیر از دین هندویه، نصرانی و مانویه نیز پهن گشته بودند. دایر به دین هندویه استفاده تصویر شیوه در تنگه های شاهان کوشانی دلالت می کنند. دینی نصرانی باشد به آسیای میانه در عصرهای 2-3 میلادی وارد می گردد که دایر به این مأخذهای سوریانی، ارمنی و این چنین ابوریحان بیرونی معلومات می دهند. پیروان مذهب مانویه در آسیای میانه زیادتر بودند. اساسگزار این مذهب مانی سالهای 216-277 نام اشرافزاده بود. شاهان ساسانی در اول به پهشوی مذهبی نو مساعدت نمودند، ولی بعدتر او را به زندان انداختند و پیروانش را مورد تعقیب سخت قرار دادند. تعلیمات مانی آمیخته بود. از یک طرف عنصرهای اساسی زردشتیه و از طرف دیگر بعضی خصوصیت‌های دینی نصرانی
و به اندازه دینی بودایی را در بر می گرفت. اساس آن را دو مبدأ، روشنی نیکی و تاریکی بدی و مبارزه آنها تشکیل می داد. مانویه نه تنها در حدود دولت ساسانیان بلکه بیرون از آن از جمله در آسیای میانه زود پهن گردید. در ابتدا پیروان این مذهب اعیان و اشراف آسیای میانه بودند، ولی بعداً عامه وسیع اهالی را نیز فرا گرفت. از اینجا این مذهب به ترکستان شرقی و خطای پهن شد. مانویه آسیای میانه بیشتر عنصرهای دینی بودایی را قبول نموده، پیروان آن در ترغیب دین خود ماهران صنعت تصویری را استفاده می نمودند. از همین جا در ادبیات فارسی تاجیکی و فرهنگ‌های قدیمه نامی مانی رمزی رسامی ماهر است. حفریات باستانشناسی در حدود آسیای میانه گورستان‌های زیادی زمانی کوشانیان را کشف نمودند. این بازیافت‌ها دایر به گوناگونی مراسم دفن خلق‌های تابع کوشانیان معلومات فراوان می‌دهد. پیش از همه گوناگونی گورها و مراسم دفن نشانه بسیار مذهبی نیز میباشد. اکثریت گورها خاکی اند و سغانه‌های از خشت خام ساخته شده نیز وامی خورند. هنگام کاوش‌ها از لحد اکثریت گورها اشیاهای گوناگون، ظرف‌های خوش‌صفتی کلالی، تنگه، در قبرهای زنانه اسباب‌های زیب و زینت، آرایشی از طلا، نقره، آهن، برنجی، سنگ و شیشه ساخته شده پیدا گردیدند. شماره زیادی گورهای دوره کوشانی از توپخانه حصار آشکار شدند. در دوشنبه مرده‌هایی یافت شدند که در تابوت‌های سنگین و در خم‌ها دفن گردیدند. در دیمنه کهنه قلعه وادی وخش مرده‌ها را در دخمه‌ها می‌گورانیدند. عموماً از عصر 2 پیش از میلاد خوارزم و بعد در دیگر ناحیه‌های آسیای میانه اسواری‌ها، استخواندان‌های سفالی و سنگین معمول می‌گردند. قبرستان دیمنه تپه شاه که در پایاناب کافرنیهان یافت شد اساساً به زردشتیان متعلق میباشد. از این جا نیز اشیای و ظرف‌های گوناگون، اسباب‌های زیب و زینت، تنگه، پارچه متاع و غیره یافت شدند. قبرستان تپه شاه که قدیمترین گورهای باختر میباشند به عصر 1 پیش از میلاد و عصرهای 3-4 میلادی راست می آیند. غیر از این خاک تپه های بلند، قرغان های زیاد یافت شدند که به اهالی کوچمنچی و یا نیم کوچمنچی منسوبیت دارند. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی.